حمید. همراه در معاملات است مثل شریک، همراه در سفر است مثل که در مسافرت قطعی تو یک جاست. کل از یار شامل میشه. احسان و روش نیک همراه ازوا داشته باش. از امو خاطر است که اسلام عبارت است ادای اردو حقوق است. حق الله را مراعات کو، حق مخلوق الله را مراعات بکو. و ابن السبیل احسان و نیکویی بکو به همراه بچه را. مسافر است، کس کوی در اینجا نداره، اگر مال نداره کمکی مال بکو، اگر جای نداره کمکی جای بکو، شب برش بده، راه برش راهنمایی بکو. اینی قسم. و ما ملکت ایمانکم، و دیگه آن چیزی که مالک شده دست راستتان. این دو طایفه است، یکی غلام و کنیز است که واره رعایت بکنه، روش نیک قطش بکنه، تعلیم و تربیت درست برش بکنه، ادب برش بده، در عبادت الله برش موقع بده، از آن چیزی که خود میخوره یا را بخورانه. یا ملکت ایمانکم چارپایا هم داخل است. کدام اسب، بز، گوسفند، مرکب که در خانه داری امرای ازوام روش نیکو بکو. روش نیکو امرای ازوا ایسته که ظلم سرش نکنی، واره بی مورد استفاده نکنی، علف و آبش در وقت وادش بدی. اینی رم چیسته احسان با ما ملکت ایمانکم میایه. ان الله لا يحب من كان مختالا. رعایت حقوق مخلوق کی نمیکنه؟ کسی نمیکنه که خود بالا میتراشه، فکر میکنه که هیچ کس سر ما حق نداره. از امو خاطر الله متعال دوست نداره کسی که متکبر باشه. متکبر کسی است که حقوق مردم نمیپردازه، خود بالا میتراشه، هیچ وقت قائل به این نیست که ما به مردم حق بدم، بلکه همیشه در این تلاش است که از مردم حق بگیره. الله متعال از خاطر میگه ان الله یقینا الله متعال لا يحب، دوست نداره من او کسی را کان مختالا که باشه مختال. مختال کسی نمیگه که در قلب خود نعوذ بالله تکبر داره، کلان داره. فخور، ای کسایی که فخر کننده است به زبان خود ستایش میکنه. دیگه مختال، متکبر، فخور خود کلان میتراشه، اینجا در زبان خود کلان معرفی میکنه. اینطوری مردم را الله دوست نداره. پس کسی که حقوق مخلوق احسان با مخلوق نداره، روش درست با مخلوق نداره، این مختال فخور است و الله اینطور آدم دوست نداره. الذين مختال فخور کسانی است یبخلون که بخل میورزه. اینجا نگفته که بخل در چی میورزه، بخل در همه چیز میورزه. علم داره لیکن به مردم بیان نمیکنه، مال داره در موقع ضرورت مصرف نمیکنه، قدرت داره از نفوذ اجتماعی خود ای استفاده نمیکنه. کل زیر شامل میشه کسایی که بخل میکنه. و یأمرون الناس، بخل کاری خوب نیست. چرا؟ در موقع ضرورت نیازهای جامعه را باید تو پوره کنی. چرا؟ برای تو ضرورت است. دکتری که طب خوانده، دکتر هسته و میره قرار در خانه خو میکنه، معاینش محکم است. اینی آدم مختال است، فخور است، نیاز داره مردم برد. از کجا مریض آمده برد؟ اینجا نشسته ساعتا میبراید. اگر دکتر متدین باشد در لوحه که اوقات کار نوشته کرده، از اوقات کار یک ثانیه هم پسان نمیآید. یک ثانیه میفهمه که من اینجا نوشته کرده به مردم وعده دادم، حالی اگر در وقت نرم بی وعده میشم. از امو خاطر در امو ساعت عذر پیدا میکنه، مریض خود تداوی میکنه. وقتی که نمیکنه قرار خوای خود میزنه. این مختال و فخور است. چرا؟ خود از حقوق مردم بالا میتراشه، خوابی خود، کاری خود، این از حقوق مردم بالا میتراشه و اینی را مختال فخور میگه. بلکه از این که در قدم بالاتر و یأمرون الناس بالبخل، امر میکنه مردم به بخیلی. اگر کسی مال مصرف میکنه، چی میکنی مصرف میکنی یا وابیاست؟ الا من نمیکنه شه آسان همی گپا میزنه، خلاص در دل تو خدشر انداخت. تو خواهگانی میبینی که وابی کی را میگه برادر من خب قرآن نمیخونم، مردم این پول خود مصرف ده خواهرا میشه که از جای دور شنیدن قرآن آمده. حالی گپی از او آدم بپذیره؟ قطعا نپذیره. کتاب آوردم، یک کارتن آوردم، انشالله یک چند دانه هست، دیگر را بخیر سبا میارم. کتاب استاد عبدالظاهر داعی صاحب است، بهترین کتاب نوشته کرده در معرفی شخصیتی که محمد ابن عبدالوهاب. 140 روپه قیمتش است. بهترین کتاب است به خاطری که بر علاوه دیگه مسائل هم باز آشنا میشی که آیا از کسی بری تو یک سخن بیاد، تو باید در مقابل از چی بکنی، تو چی مسئولیت داری در شریعت اسلامی. ان شاء الله سبب هدایت بسیار مردم میشه که اگر این کتاب مطالعه بکنه. چرا که دایی صاحبم از خاندان اهل تصوف است، پدرها و باباها و نکایایش بگه
مردم دستایش بوسه کرده. خود چون که خود عالم است گاهی هم نگذاشته کسی را که دستش کسی بگه بوسه کنه و این موضوع را خود بیان کرده که آدم طرفدار حق باشه یا نه. وقتی که حق واضح شد ولو که خاندان تو طریقه داده نکو دیگه تو طریقه نده. خاندان مردم دستایش بوسه کرده تو مردم نگذار تابع حق شو که برای تو واضح شود. واقعا که حق قابلیت ازیره داره که آدم تابعداریش بکنه. قرآن گپا را باز برای ما واضح میسازه که ما گپ مردم بپذیریم یا نپذیریم، کی بپذیریم. از او خاطر مختال فخور مردمایی است که خود هیچ نمیده مردم دیگر هم منع میکنه. چی میکنه؟ بالبخل امر به بخیلی میکنه. و یکتمون ما آتاهم الله من فضلی، یکی خوب بخل میکنه دیگه و یکتمون پنهان میکنه ما اون نعمتای الله را آتاهم الله که الله برشان داده من فضلی از احسان خود. این مستحق این استحقاق نداشت، این قابلیت نداشت. الله احسان کرده، ای را علم داده، ای را قدرت داده، ای را مال داده، لیکن این آدم آنقدر اینطور وانمود میکنه که تو بگویی ایج مال نداره، پنهان کرده بیچارگک. تو میگی خیرات ترش بکنم. یکی اینطوری حالت اختیار کردن به خاطری که تکبر نشوه، این پروا نداره. یکی اختیار کردن که مردم از پیش ما چیزی طلب نکنه. خدا این رقم فقیر وانمود میکنه. مراد اینمی رقم آدم است که و یکتمون ما آتاهم الله. پیغمبر علیه السلام نگفت که الله خوش میشه که اثر نعمت خود اثر بنده خود ببینه. دوم علم داره لیکن اینطور وانمود میکنه که من این چیزا نمیفهمم. چرا؟ اگر این را به این خاطر میکنه که تواضع میکنه، تکبر نمیکنه، این خوب صفت است، این بد نیست. اگر به این خاطر خود این طور وانمود میکنه که کس آلی مرا نگوید که ترجمه قرآن کو. چرا که باز در غم واقع میشم. این ترجمه قرآن خوی مردم چی میگه؟ غم و جنجال میگه. میگه نمیگه؟ میگه در غم و جنجال باقی ماندم. غم و جنجال. بسیار مردم اینطور است که ترجمه قرآن غم و جنجال میگه. دو سوم قدرت داره، رویداری داره، سفارش کرده میتونه، لیکن وانمود میکنه که من نمیتونم، به این خاطر که مردم تنگ نسازشه. نه، خیر الناس می ینفع الناس. بهترین مردم ها کسی است که به مخلوق الله نفع برسان. روی تو میچله، یک مشکل یک برادر مسلمان حل میشه، البته سفارش در جایش، سفارش بیجا نه که حقی کسی دیگری تلف شود. در جایش سفارش کردن چیسته از نفوذ اجتماعی خود کار گرفتن بالکل درست است. یک آدم قرضش سری کسی است، از ما است، سری یک قماندان. حالی من خیلی نیاز دارم که قرضم از بسیار مردم است، اما به نسبت دیگه مردم قرض من خیلی مهم است. چرا؟ حیثیت آبروی من مکمل از بین میره، به اعتماد میشم پیش مردم. یک نفر توانمندی قدرت داره که همون مردکه را بگویه که قرض مولی سبب بده، اینا لی کمک بکنه. چرا؟ این همکاری است. از همون خاطر سفارش ها دو قسم است. سفارشی که سبب کمک و همکاری برای برادر مسلمان میشه، این حتمی است که انسان باید کمک بکنه. یکی سفارشی است که اونجا حکم الله میده میشه، از بین میره، و طوری سفارش ها باید نشوه. خب و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما آماده کردیم برای کفار عذاب مهینا، عذابی رسوا کننده را. چرا میگه به کافرین؟ یعنی کسایی که قدر نعمت الله را نمیشناسه، مراد از کافرین اینجا اگرچه کسایی که انکار از نظام الله میکنه. همین مردم ها وقتی که الله به این نعمت ها سرفراز کرده بود، از این نعمت الله استفاده درست نکرد بلکه خلاف از او استفاده کرد. الله میگه که عذاب خو اصل برای کفار است، خو اینطور مردم هم همینطور عذاب برش داده میشه به خاطر که کاری را انجام داد که کاری کفار بود، نه کاری مؤمن. والذین ينفقون اموالهم، کسانی که مصرف میکنن مالای خدا رعاء الناس، برای خودنمایی مردم، که مردم ببینه که فلان ختما داره، فلانی قدر کار کرد. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ایمان به الله نداره و به روز آخرت نداره. و من یکن الشیطان له قرینا، کسی که شیطان همراه باشه، همراهش هم نشینش باشه، فساء قرینا، خیلی بد هم نشین از شیطان. نه، قرآن کریم میگه کسانی که مال خدا به خودنمایی مردم مصرف میکنه و ایمان به الله به روز آخرت نداره. چرا؟ کسایی که عقیده به الله روز آخرت داره و همیشه لحاظ رضامندی الله را داره، کار و عملی که انجام میده اونو اخلاص، از روی اخلاص و صداقت کاری نیک انجام میده، نه طمع از مردم داره که ایره خوب بگویه یا ایره مدح بکنه، ستایش بکنه. نه 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 نه، منظوری از او رضامندی الله است. از همون خاطر خوش نداره که افشا شود.
عمل نیک از افشا شود، به خاطری که یک نوع ریا نبیاید. و کسایی که ریا خودنمایی میکنه و باز نعوذ بالله نشانه خودنمایی بالکل معلوم دار است. الله متعال میگه که اینطور مردم ها مثل که ایمان به الله نداشته باشه و روز آخرت نداشته باشه. کسی که ایمان به الله داره عمل نیک هم انجام میده، مصرف هم میکنه، خامخا رضای الله را در پیش میگیره، عقیده داره که آخرت آمده نیست و چقدر نیازمندی اونجا در ثواب آخرت ما داریم و ثواب وقتی به ما حاصل میشه که قطعا خودنمایی و سمعت و شهرت طلبی نکنم. این به اخلاص کاری خود انجام میده. امروز ببینه امی قدر صدقات و خیرات ها به نام کیا میکنه، نامش خیرات مونده، راستی تا نبگه امی یکیش بدون ریایی است نیست. کار تکی روان میکنه. اگر تو خیرات میکنی خب خیلی خوب است، ما تو را آزمایش میکنم که تو خیلی خوب آدم هستی، نیک آدم هستی. کار تا روان میکنی در روز پنجشنبه در 100 نفر، در 50 نفر، در 20 نفر، مدیر صاحب، مولوی صاحب، وکیل صاحب، وزیر صاحب اینمی را طلب کرده ای، کارتام خریده ای، خودم ده تکلیف کرده ای، خانه رم کراکری رم آورده، چقدر پیسه را دو مصرف کردی. و این جمعیا که آمدن الحمدلله که آشپز نمک از یادش رفته بود، حالی که بیرون مردم میبره کلشان چی میگن؟ بر پدری از زیر نالت چی رقمی آشپز آورده بود. پدریش هم نالت میکنه کلشه. خب این مردم همی کار میکنه. چرا؟ منظوری از یا اخلاص نیست، ثواب کمایی کردن ثواب الله نیست. امی آدم بگویم که نه حاجی صاحب ختم نگی، من خبر دارم 4 خانه او طرف یک بیوه او طفلای یتیم داره، هیچ آمدن نداره، تمامی روزی بیوه را ما میبینیم که ده سری سرک ده گرمی قطی خاک چادری چتل پتل نشسته است، به نام الله از مردم چی میکنه؟ پول جمع میکنه. بیا امی روغن و آرد چی برنج و گوشتی که ده ختم مصرف میکنی امیر دمی خانه ببر که میبره یا نمیبره. او هر کس میفهمه یک نفرم ده اختلاف نداره که ده خانه امی یتیم بردن خیلی ثواب داره یا ملک و مولا را جمع کردن. بگوی کدامی ثواب داره؟ خانه بیوه خیلی ثواب داره، هیچ کس این کار نمیتونه، نه مولای مبتدی این کار میتونه نه مولای حق پرست، هیچ کدامش نمیتونه که این کار کنه. می گپه و دیگه برش میگم که خو وقتی که امی ختم کردی برو به خاطر رضامندی الله هم نبود، امی ختم در شریعت هست یا نه؟ یک نمونه و مثال از دوران صحابه، زمان پیغمبر، تابعین، خیرالقرون برای من نشان بده که امی عمل شده یا نشده. خب لیکن این مقصدش چی هست؟ نام بالا شدن. مسجدم جور میکنه نام خودم میمانه، نام خودم ماندن ریاست. نام خودم ماندن چیست؟ مسجد از الله میباشه. به نام یک صحابی شهرت بدشه که مردم قطعی صحابه آشنا باشه، پروا نداره، اما که نام خودم ماندی ریاست، سمعت است. کل ثوابی امی عملی تا الله چی میسازه؟ باطل میسازه. چرا؟ یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. بعد از چی میگه؟ مثال کسی کی کار میکنه با مثل کسی است که خرج میکنه مال خود را الناس، برای خودنمایی کی؟ مردم، و هیچ ثوابی نداره. اینجا ممتور است. و من یکون شیطان، کسی که کارا را میکنه برای خودنمایی در حقیقت پیرو شیطان است، همراه با شیطان است. و الله چی میگه؟ و من یکون شیطان له قرینا، کسی که شیطان هم نشین از او باشه، فساء قرینا، خیلی بد هم نشین است. پیروی قرآن کرده. قرآن برای ما اشاره میکنه که سر و کار داشتن با مردم چی تاثیراتی داره، اگر خوب باشه اگر بد باشه. سر و کار با مردم خوب تو را طرف خوبی و نیکی دعوت میده. دوستت کسی است یک روز قطعت ملاقی میشه برات میگه که اوه خوب شد که اینه گیر کردم تا بهترین تفسیر و ترجمه شروع شده ده فلان 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 ده مرکز برش میگی. تو خود فلانی مرکز خیلی نزدیک هستی، نمیتونی که 3 ساعتی خود بریازو بدی و بری قرآن بخوانی. رفت و آدم در قرآن نشست، در قلبشی تر یک انقلاب آمد، تصمیم گرفت که من خادم قرآن جور نشوم، نمیمانم، میرم مدرسه را میخوانم، علم میآموزم که خب مفسر قرآن شوم. مردکه مفسر قرآن شد، شروع کرد دوره های تفسیره. به هزارها مردم می عقیدهش از قرآن گرفته میشه، صحیح میشه که ده ثواب شریک است. اما آدم اولی همنشینی خوب اینمی قدر مفاداتی داره، اما همنشینی بد اینمی قسم است. امروز قطع سیگریتی را داری، سیگریتی قطع چرسی است.
امروز قطش رفتی برات میگه بیا یک چرس خوب بزن، تو میگی نه 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 من نمیزنم، گم که شما زدی چی فایده داره؟ برات میگه او کلی که بی چی باشه؟ بی عمل باشه. او را عمل میگه، عمل یا بیچاره او را عمل میگه، عمل نمیشناسه. خب مردم دینی میره کلی بی عمل کدوست. 3 دفعه کی گپ یا تکرار کنه در ذهن تو تاثیر میکنه که البته راستی کدوست. شروع میکنه با کشیدن چرسا. اتور میکنه تا که آخر باز پلاستیک جمع کردنی، زن اون طرف از پیش رفته، اولاد دو طرف مانده، بگی پلاستیک ها را جمع کرده برو. ما حول محیط ملوث آلوده غلط انسان در او را میکشانه. از همون خاطر است مردمی که در بین مبتدعین است صدقه خودم به طریق سنت انجام داده نمیتونه. چرا؟ وا طعن و لعن میگه برش یا نمیگه؟ مرده پدری تا گور میکنی، خوب میفهمی که بیا همین پولی که داره میره میبرم در عبدالله ازام میدم که چند موتر گرفتیم مولی صاحب؟ 10. چرا دیگه نمیگیریم؟ والا پیسه نداریم. بیا همین 2 موتر پیسه شما میدم، 2 دانه میلی بس بگی. لیکن اینجا چی میشه؟ این میگه به استاد میشه. مردم باز تا نمیده که برای پدری خود خیرات نکرد. این میگه میره و امو دیگی بدعت بار میکنه، نه به پدر ثواب نه به خودش ثواب، بگه کلش عذاب در بدر خاک بسد. همنشینی با بد اینی قدر اثرات غلط داره. انسان کوشش کنه که همنشینی خوب پیدا کنه. همنشین عام است، دائمی باشه، همنشین دائمی همسر و شوهر، یا همنشین موقت باشه در صنف در چوکی امرای کسی بشی که لا اقل دیانت داره. این همی قسم شرکت با امرای کسی بکو که دیانت داره، معامله امرای کسی بکو که دیانت داره. چرا؟ کی تاثیر داره محیط. و ماذا علیهم لو آمنوا بالله، و ماذا علیهم چی مصیبت بالایشان پایین میشد؟ چی بود بالای از یا؟ لو آمنوا بالله اگر ایمان به الله می داشتن، و یوم الاخره به روز آخرت، و انفقوا مصرف میکردن مما از آن چیزی که رزقهم الله که الله برش روزی داده، روزی رم الله داده و الله از پیش مطالبه میکنه باز آیندم به الله میمانه. چرا مصرف نمیکنی؟ ها؟ اگر علم است، اگر مال است، اگر قدرت است، کلش دادای درست مصرف کو. و کان الله بهم علیما، الله است بالایشان علم داره. یک ذره از وامتور نمیره، ضایع نمیشه، الله پاداش میده. چی رقم؟ ان الله یقینا الله متعال لا یظلم، ظلم نمیکنه، کم نمیکنه، مثقال ذره به مقدار یک ذره. این مثال برای فهم تو میگه، وگرنه الله هیچ یعنی از ذره که کمتر باشه ظلم میکنه؟ نه، مالایش است هیچ ظلم نمیکنه. خب برای تمثیل برای ما تو ذره را ذکر کرد. و این تکو حسنتن اگر باشه کاری نیک پسندیده موافق قرآن و حدیث، یا ضاعفها چند میسازه الله متعال همی کاری نیکی از ایره، یعنی 2 چند میسازه بلکه از او کده بالا. و یؤتی من لدنه میده از طرف خود الله از جانب خود اجرا عظیما، اجر خیلی بزرگه. او اجرا ای عمل تو و اجرا هیچ با هم مقایسه نمیشه. خب الله فضل و احسانی زیاد داره. فکیفه چرا این مردم به هوش نمیه، کمی بیدار نمیشه که راه انحراف و بدبختی را در پیش گرفته، یک کمی خود اصلاح بکنه؟ چی رقم؟ فکیفه اذا جئنا، الله نقش آخرت بر ما پیش میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم شاهد جور میشه. اونجا حالتا چی رقم باشه که شاهدی داده میشه که اینی طور کرده، این طور کرده، حالی خب براتان معلوم نمیشه. فکیفه چی قسم باشه حالی مردم؟ اذا جئنا من کل امت، در آن وقتی که ما بیاریم از هر جماعت به شهیدین شاهدی از یاره، یعنی بیان کننده حالات از یاره که پیغمبرشان است. و جئنا بک، بیاریم تو را پیغمبر علیه السلام علی هؤلاء، بالای نمی امتی تو، یعنی کسایی که نعوذ بالله امروز دعوت تو را نمیپذیره، کفار مکه، سر از یام بیاریم تو را شهیدا شاهد. چه قسم حالت از یا باشه که تو برشان دعوت دین آوردی رای سعادت و نیکبختی را، لیکن یا رای شرکت پیش گرفته، حالتشان چی رقم باشه؟ یومئذ در این روز یود الذین کفروا، دوست داره و کسانی که کفر ورزیده، و عصوا الرسول، نافرمانی پیغمبر کرده، نه نظام الله را پذیرفته و نه نظام الله را به نقش پیغمبر در سر رسانده. چی دوست داره؟ لو تسوا بهم الارض، اگر برابر کرده شود بالای از یا زمین،
ای جنسان باقی نمانه، مکمل خاک شوه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. سختی ها و عذابا را که مشاهده بکنه، الله اکبر، باز تمنا میکنه، تمنا میکنه که کاش که ما اطاعت الله و رسول الله را میکردیم، در راه پیغمبر روان میشدیم، نظام الله را میپذیرفتیم. اونی حالت سرشان میاد. حالتشان چی رقم باشه که اینی طور حالت پیش میشه و تو یه چیز نکرده. ولا یکتمون الله حدیثا، یا پوشانده نمیتونه، پنهان کرده نمیتونه از الله حدیثا، سخن شرک خدا، معصیت خدا، بالکل از اونجا اعتراف میکنه. اینجا میگن پنهان کرده نمیتونه. سوره انعام برای ما شما میگه، اونجا میگه که نه، و میگه که ما قسم هم یاد میکنه که ما شرک نکردیم. جواب است که مقام مختلف است. در یک مقام هیبت الله انقدر زور است که کل گپا را مکمل یک حق میگه. در بعضی مواقع طور است که اونجا فکر میکنه که پشت کردن برای ما فایده داره، گپ پنهان میکنه. مواقع یا جایا چیست؟ جاها مختلف است. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، کسانی که ایمان آورده نزدیک نشوید نماز. نماز عبادت الله متعال است. کلمات تعظیمی گفته میشه، کمال اظهار عاجزی و بندگی است. اول استاد میشی، باز در رکوع میری، باز عزتمندترین پیشانی خودت در خاک میگذاری و آواز سبحان ربی الاعلی میکنی که پاک و نزه از پروردگاری کی عالی، که بلند مرتبه است، پروردگاری که ذات و صفاتش عالی و بلند است. این عبادت الله باید به هوش، به بیداری، به تدبر و دقت ادا شود. از همون خاطر نماز اگر کسی همونطور هیاهوی واره میخوانه، نماز نیست. قرآن منع کرده. کسایی که در حالت بیهوشی بود، الله منع کرد که نماز خوانده نشود. چرا؟ نماز برای خود روح داره. روح نماز خشوع و خضوع است، عاجزی به الله متعال، که قلبت مکمل متوجه به سوی الله شود، تمام مصروفیت های دنیا از پیشت فراموش شود. گاهی هم می رقم نماز خواندی، اگر به یک بنده تا آخری نقطه را میسر شود خیلی خوب است. من گاهی اوقات دمی آخر همیشه الحمدلله در ذهنم میاد که میگم اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم. ما کم در ذهنم میاد که ای بنده کدام طرفا، چرت در کجا بود، جهنم در یادت است یا نه، قبر در یادت است یا نه. یک کمی توجه طرف الله متعال پیدا شود. تو نباشه نماز ختم شده فکر تو در دکان و در موتر و در مکتب و بگوی در دفتر و در اولاد و در زن است. همون تو رفت نماز خلاص شده، سلام گرداندی. کسی از پیش سوال کنه که مولا امام کدام آیت و سوره تخوند، والا فکرم توجه نبود. و طوری نباشه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میمانی کرده بود، شراب تا وقت حرام نشده بود، در بین میمانی شراب نوشیده شد. صحابه خیستن برای نماز، سوره قل یا ایها الکافرون تلاوت میکرد. در یک روایت علی رضی الله عنه بود، در یک روایت خودی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما، چون نشواری بودن قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون است، گفت اعبد ما تعبدون نعوذ بالله. معنا چی میشه؟ غلط میشه. ما عبادت میکنیم چیزی که شما عبادت میکنید. الله متعال آیت روان کرد تا وقتم شراب مکمل منع نیست، تنها در وقت عبادت الله چی منع شد. خب وقت عبادت الله چیست؟ منظوری الله متعالی بود که عبادت خب 5 وقت است نماز. آلی اگر تو مجبور هستی که آلی شراب نخوری، چرا پیشین داده میروید آمده رویست، بعد از پیشین هم خوردن نمیتونی، دیگر داده میروید آمده رویست، بعد از دیگر شام بعد از خفتن بعد از نماز صبح پس از پیشین. از او خاطر منظوری الله بود که مکمل منع شود. خو لیکن بعضی مردم پیدا شد که بعد از نماز صبح و بعد از خفتن شراب میخورد. چرا؟ که وقت طولانی بود، تا وقت از چیست بیهوشی به چی می آمدن؟ به هوش می آمدن.